تا حالا شده به کسی بگی منظورم این نبود ولی اون دقیقاً برعکس برداشت کنه؟ شاید دلیلش مغز متفاوت شماست. امروز میفهمی چرا زن و مرد دنیا رو متفاوت میبینن. چرا وقتی بهش میگی چیزی نیست میگه از لحنت فهمیدم؟ یا چرا وقتی میخواد مشکل رو حل کنه تو فقط میخوای گوش بده؟ تا آخر این ویدیو 5 تا راز علمی درباره مغز زنان و مردان میبینی که همه چیزو برات روشن میکنه. سلام! امروز در کانال موج مثبت قراره به یکی از جالبترین تفاوت‌های ذهنی بین زنها و مردها بپردازیم. تفاوت‌هایی که نه تنها در احساسات بلکه در تصمیم گیری، تمرکز و حتی واکنش به استرس خودشون رو نشون میدن. اگه تا حالا تو رابطه ها، کار یا حتی دوستی‌هات با این تفاوت‌ها روبرو شدی و فکر کردی این چرا اینطوری فکر میکنه؟ تا آخر ویدیو بمون، چون این 5 تا حقیقت علمی نه فقط کنجکاویت رو برطرف میکنه، بلکه میتونه ارتباطاتت رو کاملاً تغییر بده. بزن بریم! فکت اول، پردازش احساسات. مغز زنان احساسات رو خیلی سریعتر از مردان پردازش میکنه. برای همینه که معمولاً جزئیات احساسی یه موقعیت رو دقیق تر درک میکنن. فرض کن 2 نفر یه فیلم ببینن. زن بیشتر درباره حس شخصیت ها حرف میزنه، ولی مرد معمولاً روی صحنه ها و اتفاقات تمرکز میکنه. نه یکی درسته، نه اون یکی غلطه. فقط مسیر مغزیشون فرق داره. فکت دوم، تمرکز و حافظه. مردها معمولاً وقتی روی یک کار تمرکز میکنن خیلی دقیق تر عمل میشن. ولی زنها در انجام چند کار همزمان واقعاً قوی‌ان. مثلا ممکنه یه خانم در حالی که با تلفن صحبت میکنه حواسش به غذای روی گاز هم باشه و همزمان جواب پیام دوستش رو هم بده. مغزش مثل یه سیستم چند هسته‌ایه که همزمان چند تا پردازش داره. فکت سوم، واکنش به استرس. اینجا تفاوت خیلی جالبه. وقتی استرس وارد میشه، مردها معمولاً میرن سراغ حالت بجنگ یا فرار. اما زنها تمایل دارن دنبال همدلی و حمایت بگردن. یکی سریع میره توی حالت عمل، اون یکی دنبال آرامش و شنیده شدن. هیچ کدوم اشتباه نیست، فقط 2 مسیر مغزی متفاوتن که هر دو هدفشون بقاست. فکت چهارم، تصمیم گیری. حتما این صحنه رو دیدی. وقتی قراره یه وسیله بخرید، زن معمولاً قبلش نظر بقیه رو میپرسه یا یکم به حسش گوش میده، ولی مرد سریعتر تصمیم میگیره. بخر یا نخر، تمومش کن. زنها تصمیم رو با احساس و دقت میگیرن، مردها با منطق و سرعت. و جالبه بدونی هر دو شیوه از نظر علمی طبیعی و مؤثرن، فقط برای موقعیت‌های متفاوت طراحی شدن. فکت پنجم، سبک حل مسئله. وقتی یه مشکل پیش میاد، زنها معمولاً با حرف زدن و ارتباط دنبال راه حل میگردن، ولی مردها ترجیح میدن با منطق و قدم به قدم جلو برن. برای همینه که وقتی یه زن از مشکلش حرف میزنه، انتظار داره شنیده بشه، ولی مرد بلافاصله میگه خب راه حلش اینه. در واقع هر دو دارن سعی میکنن کمک کنن، فقط از 2 مسیر متفاوت. پس حالا که این 5 فکت رو میدونی، دفعه بعد که با کسی صحبت کردی به جای قضاوت یا ناراحتی فقط لبخند بزن، چون مغزتون داره از مسیرهای متفاوتی به یه هدف مشترک میرسه: درک، ارتباط و رشد. اگه این ویدیو برات جالب بود و دوست داری بیشتر درباره ذهن و رفتار انسان‌ها بدونی، کانال موج مثبت رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن. تو کامنت ها بنویس کدوم فکت برات جالب تر بود و آیا خودت هم تجربهش کردی یا نه؟ منتظر حرفات هستم.